به در حرم که رسیدی خدا تو را از مفلحین قرار میده. خود من هنوز متحیرم چه خبر. وقتی رسیدی به در حرمش میشی از مفلحین. یعنی چه از مفلحین؟ رجوع کنید به قرآن ببینید به افلاح رسیدن چه شرایطی داره، بعد بفهمید این دستگاه چه دستگاهیه. سوره مؤمنون رو بخوانید، قد افلح المؤمنون. اما چه کسانی؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. با اون خصوصیات تا برسه به اینجا والذین هم عن اللغو معرضون، وقتی به اینجا رسید میشد مفلحین. این مقام به قدری عظیمه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. به یک زیارت او به درها رسیدن میشد مفلحین. این چه اکسیریه که اینجور منقلب میکنه، مبدل میکنه آهنی را به طلای احمر که قدم زده در راه قبر او. بعد مهم اینه در این دقایق فکر کنی. فرمود وقتی از مناسکت فارغ شدی، اونجا حج بیته، با این افتراق که اون حج بیته، اینجا حج خود خداست. حج قصد مقصد در اونجا عبارت از کعبه، اما مقصد در این زیارت خود خداست. چون به نص صحیح من زار الحسین کان کمن زار الله فی عرشه. پس از حج خدا که فارغ شدی بعد چی میشه؟ اونی که محیر العقول اینه. فرمود وقتی از مناسکت فارغ شدی خدا می نویسد تو را از فائزین. دیگه از مقام مفلحین، از در قبر او به بالا سر او منقلب میشه به فائزین.
وقت مقام فائزین چیه؟ متن کلام خدا رو باید دید تا حدیث رو فهمید. الذین آمنوا، حالا ببینید چه دقایقیه، چه شرایطیه تا برسه به اینجا. الذین آمنوا و هاجروا، این کلمه دوم، و جاهدوا فی سبیل الله باموالهم و انفسهم اعظم درجة عند الله و اولئک هم الفائزون. مقام فائزون این مقامه. یبشرهم